بچه‌ها بلیت کی ندارد شما نداره خود اینا کلاب آمدیم رانی داغر اگرگراش نه سبیل سه روز ده اوشراده میستم خدای دست بچه‌ها شما چیکار میکنید در کلوب زندگی میکنید استودنت استودنتی کجا استود کلوب نه دوشنبه اگر همین خیل کی میدونه شاید بلیت مییابید یا نمییابید امروز واخری میشه سوال و جواب شما اگر امکانیت میشد و میدارمید چی سوال میدادید سوال میدادم مثال میگیریم اما اکتور خودش رو همی برای در صحنه برآمدن چه حس میکنه پیش از بسانه برآمدن دایر به زنها چه مناسبت نداره فکر ملاحظه خود رو میگه خیلی اومدیم بلیت نیست جدا چه کنیم اگجو گیریم میسو گرفته میتونیم اگونجو خیلی ما هم میخوایم که همین باید تماشا کنیم همین شب خنده عبیدالله رجب چند روز شما آمده رفتی سیلباری بلیت؟ های دو سه روز شده فقط از دست ممکنه خیلی استودنتو در دست اگجو اجازه نمیشد همینا در بینای چیز کنا کنسرت میگذارم شما میخواهید که من میخواستم که همین دوره این من بلیت مخلصان چقدر زیاد و بلیت نیست در کاسا چند روز باز اینجا نه بلیت نیست اگر همین عبیدالله رجبوف نمی بود و دیگر اکتور می بود شما همین خیلی حرکت میکردید که بلیت یابید میگه مثلا محکم ورجی خلوف هم میشد یا اینکه ناصر شب وجودی هم خیلی میکردیم با تئاتر بسیار میریم لیکن خیلی کن عبیدالله رجب این هنر پشه نومی بیشتر جوانان رو دوست میدارن همه با تئاتر میرن همین خوب میشد که همین نمایش شب ایجادی اگون اکتور نومی اگر میشد در همون زال کینو کنسرتی نمایش میدادن تو اینکه به همه بلیت میرسید دختر شما بلیت دارید نه بلیت داریم لیکن از دست گرفتیم از دست گرفتیم همینجا حاضر گرفتید نیافته امروز از دست گرفتیم البته نشون میداد که اکتور در خط با مهارت است و حتی 3 روز میشد که ما بلیت نمیابیم شما از این واخری چی رو انتظارید؟ من از اون انتظارم که این واخری جدا عجایب میگذارد و ما همه درخواست‌هایی که در دل داریم در این واخری میبینیم. دخترها میدونید که شبیه سوال و جواب است امروز چی سوال میدید اگر همین خیلی امکانیت شود؟ نمیدونم ولی تیار میبینیم. یگان سوال رو فکر نکردید؟ شما چی؟ من انیق نمیدونم که در کدام موضوع امروز سوال جواب میشد. واخری با اکتور هر چی سوالی که دارید میتوانید دید در هر موضوع. پیش از همه درباره کاری ایجادی آنها در آینده، درباره پیشروی کاری صنعت، نقشه های ایجادی آنها در آینده. من سوال دادنیم که در همین دوره بازسازی اون کس کدام اسپکتاکل ها کدام رول ها رو باز اجرا کردنیم؟ راست گپ من عبیدالله رجب رو بسیار حرمت میکنم بسیار دوست میدارم یکی از ارتستان دوست داشتنی من اون کس به شمار میروند من به تئاتر لاوتی هم بسیار رفت میروم به هر یک اسپکتاکل که اون کس اشتراک میکنم و با شوق با یک مرام آن رو تماشا میکنم در تلویزیون باشم در تئاتر باشم اون کس رو هم وقت میکنم یا خیلی به شما مفهومه یا خیلی مفهوم بسیار میخوام که با اون کس نزدیک در تئاتر بخورم در معنی که جاها که من با تماشاگران بسیار هم میخرم در اینجا بیرون از تئاتر تلویزیون شما یگان بار در کوچه اون کس رو دیدید به نظر شما چگونه کس نمودند اون کس وقتی که بستان شهر دوشنبه تیار میکردیم ما در اونجا صحنه تیار میکردیم اون کس محل ما بودن در اون یعنی از نزدیک شناس شما از نزدیک ما شناس هستیم پدر من در اونجا اشتراک کردن برادر من اشتراک کردن منم اشتراک کردم در اون بستان ما یک جای یک شوقی با هم دیگر یک دوستی بسیار مستحکم داریم و حرمتی کلام میکنم نقشه او رو میدونید نقشه عبیدالله رجب با مانند زنگیری چقبای باز فالبینی و گلیم کبود بسیار نقشه بازی میکند لیکن گفتنیم که وقتای آخر عبیدالله رجب در تلویزیون کم برآمد میکردگی شد اگر وی در تلویزیون بسیار برآمد میکرد ما خرسند میشدیم شما یگان سوال دارید به اون کس امشب یگان سوال میدید برفتی نمایش نگاه میکنیم نمیگویید حاضر نه
فرض کردیم شما با آدمی واخوردید که با او اجازیاتی عبیدالله رجبوف معقول نیست، برای شما چی میگویید؟ راستی تو حال و نخوردم، ولی به فکر من نیست آنی که اگر یک ذره حس ملی و حس فهمیدن هنر را داشته باشد این را قدر نکند. اگر به شرط باشد این یا آدم نیست یا از این عالم نیست. چگونه ارتیست بودن عبیدالله رجبوف من از همین جمع آمد این شما معلوم، همه جاها بند، نه همیشه در تئاترها در نمایش ها اینقدر آدم جمع میشه. همین شاهدی مهارت عبیدالله، شاهدی استعداد و سپاسگزاری عبیدالله. دختریست نگاه کن کی تو خودت میگم کار با من نباشه، همون رایان گلستان باشه از پون درو کن پجر مجر نشت از مخدم نمای زو پارک برم در تسر کن رایان گلستان توی سینما نگاه که تو گپ زیاد نکن تستر که در برن زنه که بسیار ایستادگی من سراسی میام. الو رایان گلستان رایان گلستان میگم دختر کی تو خودت؟ ما دوشنبه گرزستم ایسولیاتی گوجو شو کی تو؟ میری نیسا خودتی؟ نغزی دیگه درستی؟ صحت سلامت هستی؟ شناختیم؟ کین غالب نغز است؟ مچکل سوزه؟ کمپیری خشتامن صحت سلامت هست؟ میشود نه علمو یک دو سه هفته دیگه میستیم با فکرم کارا بسیار هر روز لکسیا و این همین تماشا و همین زنکا قدی همین کمپیرا قدی گرنگ شدیم گوش کن میری نیستای جان همین لمان یک نمیتی همین کلخوز لمان یک بچه اسمان در که صدقه پیچاد شگر الو لمانی بگو کی تو خود درمون سر تلفن اکه همون ناسی ده تا توف که بعد گرزه فهمیده نمیشود کی همون کبرتره که قربان فا بچسبان او خانش لای سنگاو دای کو دراو که الو کبرتره که کی شما کبرتره که قربان فای کی شما اکه ینگه شما شما نبخشید نشناختم خیلی من یکم آدم باید نغز از ینگه ساعت سلامت هستن دیگه ای دوشنبه گفت دستم ایسولیاتی گوجو شو اما هفته گذشتگی هم زنکور ایسولیات آورده بودیم مگزین با مگزین گردانده استم چون نه وای زو پارک برامدیم در بریم در درون هفته بزنیم کلخوزی همشه بزای ما پرورش بریگاد میریم گفتم که یک تلفن دیگه نغزین درسته شگر میشود خطانش خیلی نغزین بچه اکو نغزین که معلم خونه نه اکر معلم خونه بالای بام چکار میکنم لای اندوه خیلی میبخشید میشد ما هم یاد دسته ستیل میکشاندم افسوس که نیستم ینگه هم معلم یک فیروت نمیکنیم پیش تلفن بکی یک نیاکی او را خطا گفته نمیشه این گفی مردکیه فیروز که قف کش کنیم دیگه خطا نغزین میشه در گس نیسته دوشنبه خوبیم قطعی هم زنکو دو کس خوبیم نه ما الهیده خوبم خرساندن البته خرسان میشه آخی آوی گرم خونه که یافتن دیگه همین شب و روزی دراز همین کارشون مرغاوی باره آبازی کنی ای ایسنی وانی هم میزنن ای اوسنی وانی هم میبروین همین مهمان خونه رو ینگه تایاو کردیم هر روز قطعی همون جوجورنی جنجال داریم نه همه شن نغزنی همون زنی بابی که عذاب مانداد همون دخترها همون زنکای شیطان کدامش ای دارو از مگزین کیم چکل دارو میاره میگن کمپیری بیچاره میگه که در همون سرت بمول موی سرت خشرو میشه بیچاره هم میموله
یا محل هم گپ قطعی اندرمان میشه ای خاطرش میبره نصف شب میخواد سرش میشه که سری سفید سیاه شده هوا میگه البته برم شما خونه میزنم پیش میکنه آرتیست کشیده گفته نه هم کشوش نمیشه دیگه یک بار سیاه‌تر شد که سفیدتر نه میشه شگر اکا معلوم شمایل نقصین دیگه درسته شناختیم دوشنبه گفت دستم همین خوشتامن من همین سر دیوار چوغوک نمیکنی سی بیایم همین خانه شما ده التماس بگه نشیسی بیا صد خطا مایلش الو امامی نگو نمیشنم چی بالا امامی نگو ای امایی مایم ای دوشنبه گفت دستم مسئولیت ای امایی مایم تروبکره چپا قبیده چی بالا ای اما همون تروبکره راست بکاب آواز دای گور میاد چی میاد دیجا میاد همون طرفی دهنت بودگیره در گوشت بمون دهنت بودگیره در گوشت بمون و گوشت بودگیره در دهنت بمون در دهنت بمون بمون در دهنت تا همه گوشت انا چه خیلی دیگه نغزی درستی شناختی شگره این شگره تستر گبزه شگره میشوم نه ما 2 هفته دیگه میستیم کار بسیار شد گوش کنم شب خواب دیدم علا خان شدم گفتم که یک تلفن کنم چه احوال داری نه همه سلام گوش کنم شب خواب دیدم کی الان در روی حولی 6 تا جمعشویی داری یک رویمال داکه داری کو انا امورا شستی و سری تار پرتافتی یا محل همین شمال شید شمال همین نمال تا هوایی کرد انا بعد پس لیدی نمال ما گفته همین یک بلندش قبیدی که همین شمال قطعی همین نمالون ورداشته ته همون سینی سیاه بردود خود دای بالا ما ایتا اما قدس ما دراز کدوم نرسید بعد دیگه همون سرسری دیوال و قدقدی کوچه در اونی همون پلی پیاز و خربزه و تربوز خیلی همون تا همون قمیشا رو رفتیم دو دوای کده یا محل همون کلوش و تایپاد کنده شد آمد در طوری سرم زد بیدار شدیم که در لکسش شدم ما گفتم که یک بپرسم آخی نمزه آو روشنایی های خواهی ساز کنی آو نمالت قدی ورداشت تو اوش چی های گناهات میره زنی اما میگم اما صدقت ختم سرگناهت یعنی گوش که اما انا چیزای گفته که تا یک خلشه یافتم یک خلشه نه بعد آمدم اون خفه نشه گرفتم جوشکت گرفتم یا عذاب قدی یافتم چیه؟ چی؟ نه داکه نیسته کلوش هم نیسته میگن آخه همین چند مگزی چرا پرسه میگن نیسته نه تو نه خیلی هسته یو بگن نیسته دستی ما نرسید چه قرمان بگی بده که ما نرسید داکه تماما نیسته اما شیشه لامپای چرا کرسینی هم یافت نمیشه نه داکه نیسته گفته بود که اون زن بابی که هفته اگر پاشخانه خرید او را بکنی از 3-4 روی مال میشه و خیلی آمده گلتیماش که 3 متر شده که میتتا نمیتتا؟ میتتا او زنه که خوبه التیماش کنی میتتا اگه 3 متر داکه چه که نتتا؟ میتتا نمیتتا؟ خیلی 2 تتا میتتا نتتا نمیتتا گوش که اما امیجه دای میگم گوش ایسی بیا
نه آخه دختر دمیجه ما کیس آمدم گفتم خواهی تا قبل من گفتم خواهی خانه و چطور برای بیست آمده نه هم گذرار ما قطعی نیست ایده برای همون همینجا باشش بگو ایسی بیایی یا گپش دارم بگو ایسی بیایی من خودش دا گپ دارم بگو ایسی بیایی آخه گپ دارم آخه من حق ندارم گپ زنم آخه زنم نشم بگو ایسی بیایی ده همون دست کتاب بتیشه چه خیلی میگم مغزی شناختی نشناختی او من شود بشمه های دیشنبه گفت زیستم من استیله دیگه گوشو آوازم دیگه شده است؟ البته حالا بیام تغییرات هایی که میبینی دیگه نغزی درستی دیگه شگره سلامتی خودت چخله کی اومدی؟ دکتر آمده بود نه هم رایان در ما دکتر را گفته بودم که احوالی همه آیله ما خبردار شدم آمده بودن کدامیش همون قاقی دراز من میدونستم که همون میایم چی میگه میخنده خیلی و احوالی تو را که جا میدونم البته کی میگم آخری همی هفته چهل آخری هفته نمیشه حالا ما با یه هفته دیگه میستم کاری من چیه دوشکو اما دکتره بگو که تا آمدن مرا بیسته بگو ما خودم بیا چی؟ الو چی؟ درد میکنه؟ ای او تا آمدن مرا نمیستی و بیست ما بیام یک هفته دیگه من او تا خیلی گوش که بودم خانه برگنه دکتر بگو دکتر سلام علیکم تشکری زیاده مانده نشدید نه؟ دوستان عزیز مشاهدینان عزیزمند از این نشست از این جمع آمد شما راستی خیلی شدم خیلی و در هیجانم هستم شاید بعضی از هیجان بعضی گپ‌هایی که لازم نیست بعضا برآمده میماند ما اونقدر آدمای آب و تاب یافته نیستیم راستی گپ برای همین اگر مبادا یگان گپی خطا برآید التماس من عذر میپرسم از همتون راستی خیلی در وهمم هستم ولی این قبول گرم شما این نگاه‌های گرم شما و این نگاه‌های خاص شما به من خیلی باز یک آزادی دیگر هم میدهد که میبینم که خیلی با مهر و با یک دل گشاد اومدید من تئاتر آدم‌ها باید با دل خیلی گشاد با یک مهر بیایند نظر من همین است بسیار آدم‌ها یافت میشن میگن کنی بینیم امشب فلانی میگم برآمد میکنن میگن همه را میخندونه کم برام بشینیم کم را بخندونه
بخندانه انا قنشا بزنه اوخی این تماشابی نیست رفیقان این تماشابی نیست تئاتر با تکرار میگم که خیلی با یک با نیت خیر آمدن در کار با نیت خیر اگر ما بود امشب در این وقتی رفتی نمایش یگان سوال بیاید من کوشش میکنم با قدر امکان تمام چیزی که میدانم و کوشش میکنم جواب بدم اگر ندانم هم یک بلا میکنم بعد نمایش جواب میدم فقط التماس که سوال های آسان‌تر باشد که یعنی من جواب گرم نتوانم مسئله های بین الخلقی به دست نمیزنیم رفیقان مسئله های بین الخلقی به دست نمیزنیم در گیردی همین حجب و در گیردی مسئله تئاتر و تماشابین و غیره و هکذا اگر سوال ها باشند تا صحنه دیگر تئاتر من کوشش میکنم با دو سه سوال شما جواب گردانم خیلی در زال هم میکروفون ها ماندگیان لیکن من خرسند میشم اگر سوال ها کاغذ خطی می آمد اگر میتونستم جواب نمیتونستم یک طرف میماندم از زال دشوارتر میشد خب یک از سوال داده است سوال آیا مخلصان با شما پس از اسپکتاکل هم ملاقات ها صحبت ها میکنند رفیقان پس از اسپکتاکل صحبت نکنیم در وقت اسپکتاکل صحبت کرده میشد میکنند خب سوال چرا شما آدمان را میخندانید چی شما را به این مجبور میکند باور کنید دوستان عزیز یگام بار کوشش نکردم که یگام آدم خندانم خیلی در همین چیزی که من گفتم برای من خنداور نبود آخر این یک واقعه بود که من شنیدم و به شما رساندم دیگر یگام جای خنده نداشت خیلی شما میخندید من چیکار کنم از همین گپی گفتگی من کجا میخنده بود شما خندیدید و خود به این من گناهگار نیستم خیلی شما خندید گناه من چیه شما میخندید با هم من گناهگار میگن که شما ما میخندید من نمیدونم حاضر من از رئیس نمایش حلیم جان یک چیز التماس میکردم خوشبختانه به فکرم همین آوردیم از یک نمایش نوشته بودیم ناطق بای نام دارد در تلویزیون خوشبختانه هست و ما همین آورده ایم اگر حلیم جان ممکن باشد همون چیز یک من این ویکیو قطع نمایش میدادید رفیق زنک خودش چیگر این چی به ترتیبی این چی به انتظامی بیت شляпа دانستید رفیق مردک آخر برای چی لباس آویزک در زیر پا من همین لطه پوته ها من همینا از کجا همین لطه پوته ها از کجا آخر جامشه‌ای کردم رفیق مردک رفیق زنک شما وقتای آخر با کاری خانه خیلی خنک نظرانه رفتار میکنید که این نقص نیست از کار مونده شده آمدید او شینید یک دمتون رو گیرید تازگی این گروی سلامتی است رفیق زنک شما باشید این مقال را چندان درست و خیلی خوب استفاده نمیبرید کلکتیوی خانه به شما باور کرده این مسئله خیلی مسئولیتناک را به شما بار کرده است شما باشید درباره تازه و آزاده نگاه داشتن خانه واسطه های خانه را استفاده برده این را ثمرناک و نقص استفاده نمیبرید راست دستتون رو شسته بیایید تازه خوراک میبیارم مسئله تربیه کودکان نیست خیلی پست است بیاید این مسئله درستتر همه طرفه یک حل کرده میبریم رفیق زنک شما با تربیه کودکان خود چندان دقت خوب نمیدهید که این نقص نیست حالا که تعلیم و تربیه کودکان را کلکتیو خانه باور کرده به عهده شما گذاشته است رفیق زنک همین لکچه خونی بدیلتون با سبب مصالحه کاری شما پسری خوردی امان دیروز یک پیاله را افتانده شکسته است پیاله را پسری کلانی امان باشد از فانی خیمیا بهای تو گرفته بهای تو رفیق مادر کلان آخه رفیق کودک را آرام کنانید من نمیتونم که کار کردم حالا باز اینش گریه دارد و اینم شما گناه کنید رفیق زنک ما رفیق زنک نباید با چنین کمبودها مراسکار باشیم نباید از نقصانهای در فعالیت اولویه‌مان وجود داشته چشم پوشیم پسرم
سالک دلتون را وسیع کنید اینقدر دلتنگی میکنید هیچ وقت بیکار نشده است ضمناً باید قید کرد که رفیق مادر کلام این مسئله مهم را اینطور به حال خود ماندن ممکن نیست. شما نیز در این مسئله خیلی گناهکارید رفیق مادر کلام. بیایید مثلا هم درست‌تر دیده میبریم. مثلا دیروز بنابر بی اهمیتی شما رفیق مادر کلام رفیق گربه یک پیاله قایماق را پاکیزه خورده است. یک پیاله قایماق را نم گپ شد. رفیق دخترچه خوردی همان باشد. توفلی های ما را چنان به هم دیگر سخت بسته است که من پیش از کار به کار برآمدنم 15 دقیقه وقت قیمت خود را برای کشیدن آن بندهای توفلی صرف کردم و نهایت کشیدم که در این کار نیست شما رفیق مادر کلان عیب داره. همین بهانه شد و توبه. وای وای وای. ضمناً باید قید کرد که رفیقان مسئله مذکور را البته اینطور به حال خود ماندن هیچ ممکن نیست رفیق زنک. هرچه تیزتر برای برطرف نمودن این کمبودی ها شما رفیق زنک شما رفیق مادر کلان باید که کمر همت بندیم. برای این پیش از همه رفیقان قوه کلکتیو را به اینابت گرفتن لازم. فکر اکثریت را شنیدن لازم. تنها انا در همین صورت ما میتونیم همه نقصان هایی که در عائله ما وجود دارد آنها را برطرف نماییم. رفیق مادر کلان آرام هیچ گپ رفیق زنک آرام شوید رفیق زنک. ما البته این مسئله ها را در جمعیت‌های آینده نه یک بار و دو بار به طور کنکریتی دیده میبریم البته رفیق مادر کلام میبریم. لیکن من باید گویم که در این کار برای برطرف نمودن این کمبودی ها به همه ما چی لازم است رفیق مادر کلام و رفیق زنک؟ وقت. بله وقت تمام جان. باز هم میگم وقت. رفیق زنک و شما چون رفیق زنک رفیق مادر کلام شما رفیق کودک را آنجا مانده زود به رفیق تلفن کرده رفیق یاری تجلیل را جیغ زنید که آمده به رفیق زنک یاری رساند. زودتر رفیق مادر کلان زودتر چرا ایستاده زودتر رفیق مادر کلان رفیق زنک آسوده باشید حاضر من رفیق مادر کلان به رفیق یاری تجلیل تلفن کرده است. حاضر یاری تجلیل آمده به شما رفیق زنک یاری میرساند و شما باز هم همان فعالیت عائلوی خود را سر میکنید و باز میان را محکم بسته از پس کارهای رفیق زنک رفیق مادر کلان رفیق زنک تشکر. بعضا از خودمون یک زیایی میتراشیم و من قریب که ما گپ زدن نمیتوانیم. من هم گپ زدن نمیتوانم. این یک کسلی من نیست کسلی همه است و بعضا چنین مینماید که گویا که ما خیلی یا که من همین قهرمانی که من آفریدم میبینید یک آدمی خیلی عجایب 4 اشکالش درست ولی زندگیش از روی کتاب است از روی قاعده و قانون است. یعنی اینا آدم بی مدنیت گفته نمیشد. همه طرفه خوب است گویا در نظر اول همه چی نغز میفهمد. زنش هم رفیق میگوید مادر کلانش هم رفیق میگوید گربه هم رفیق میگوید و همه چی رفیق میگوید. از این دیگر آدم مدنی میشد. لیکن آخر این آدم زنده نیست کو. این یک ربات است. ربات یک آدمی زنده نیست. با این گپ زدن نمیشود. و امروز در جمعیت ما در زندگی ما همین خیلی آدم‌ها وا میخورند هستند. متاسفانه هستند. خب یک چند سوال انتخاب کردم میخوانم و باز به صحنه نوبتی میگذاریم. با شما تماشابین مرد بیشتر معقول است یا زن؟ با من راستی گپ تماشابین مرد معقول است. یگان زن چپک نمیزند.
نه نه اینا هم مردها بودن. من میگم برای چی؟ همین محفل مردها باشد اگر گپت آزادتر میگه نه همین این زندگی بدره همه مرد باشد گپت هم آزاد است و خندهات هم یک اندازه معین قطعی و یعنی که معین نمود تا بخی گوشم بازور میخندید. همین که دو زن باشد بعد کوشش میکنید که با ادب و خوشرو خودت میسره هم تو کرده خنده هایم تا اینجاهای خیر یعنی ساخته کاری همون پیدا میشود. برای همین نزد البته اگر جای من بگم زن می بود میگم که محفل زن ها با من بیشتر معقول است. چی کنه که خواهند کردن میگیرن صحبتاشون. من فکری خودم گفتم رفیقان، فکری شخصی خودم گفتم. سوال چرا شما محض مضحکه را همچون حاجی نگار انتخاب کردید؟ اکتوری که از همه بسیار دوست می‌دارید کیست و چرا دوست می‌دارید؟ البته از حاجیگران. راستی من خیلی آدم جدی ام. خیلی آدم جدی ام و حاجبم انتخاب نکردم. ولی آنهایی که با حاجب سر و کار دارم پرسید که همانها تا همین درجه خرسندن و دائم خنده میکنن. نه، عذابی که آنها دارند خیلی عذاب میکشید، خیلی عذاب میکشید. چون که این خنده نیست، آخری این دود است. این دود است. اگر همین کار نکنی میکفی خیالم در میگیرید. یعنی همین باید با طرز دیگر با حج با مضحکه همون فکرت بیان میکنی. اکثر دوست داشته همه اونهایی که در ساحه حج و سر و کار دارن من آنها دوست می‌دارم. باور کنید من آنها دوست می‌دارم، از آنها پیوسته می‌آموزم. با فکر شما چرا در اثرهای حجوی امروزی ادبیات تاجیک المنت‌های ساخته و بافته بیشتر است؟ من البته نویسنده نیستم. با فکر من وقتی که ساخته و بافته شد پس ما از زندگی دوریم، برای از خودمون میبافیم، یعنی از زندگی دوریم. در روزنامه ادبیات و صنعت دایر با اسپکتاکل تلویزیونی چقبای و دوگانه ها مقاله تنقیدی چاپ شده بودند. شما آیید این مقاله چی فکر دارید؟ خیر چی کنه؟ همه کاری که ما میکنیم باید همش تعریفی باشد. البته من درست است که در هفته‌نامه ادبیات و صنعت همین خیلی گپ بود، گرچند که اونجا نامی من آورده بودن، لیکن من فهمیدم همه دانست که به من داخل دارد. تا اندازه این گپ درست است رفیقان، تا اندازه درست است. ولی من با مناسبتی آدمایی که همون مقاله نوشته بودند راضی نیستم. درباره چقبای شاید من اینجا کم زیادتر میگذاریم. درباره چقبای راستی گپ نیتمان آن نبود که ما یک افلاسی و یک بی‌مدنیتی خودمون از صحنه نشان دهیم. این معنا قطعی نوشته شده نیست این اثر و ما هم به همین معنا بازی نکرده ایم. ما اگر در یادتون باشد همون شب روز در ولایت قرغانتپه یک واقعه خیلی عجایب ننگاوری روی داده بود، همه شما خبر دارید. و مردم کارگرای تلویزیون، مردم تلویزیون گفتند که یگان صحنه بازی کردن در که جواب اثری که نوشته است از زندگی گرفته شده است. آن آدم هایی که گذشتهشان خیلی بد است، افلاس است، آنها امروز یعنی در نقاب دین خیلی کارهای نادرست کردند. ما خواستیم که چقبای همین خیلی نشان مردم بیند و از همین یک درس عبرت گیرد که امروز در زندگی ما همین خیلی مفتخورها هستند. یعنی اگر به گذشته چقب نگاه در دست سوزن زدگی است، اینجا راجنمات کیمچی و چقبای پلوس سویتا برابر لوبوف و کیمچی و غیره و کذا نوشته شده است. آن دارد که این و در تو همان وقت فلانی به خانه در آوردی، کوف و صوف کردی و یا شرمنده کردی، بعد چند روز او بیرون برآمده خودش یعنی گذشتهش خیلی افلاس است گذشته این آدم. من رفیقا باز میگم که این نمایشنامه ما به مقابل آن موسفیدایی که وجدانشان خیلی مهنت حلال میکنند روانه نشده است. اینا شما خودتان هم خوب فهمیده اید. ولی این نمایشنامه برای آنها است که یعنی با
با همین راه میخوان که زندگی کنند، زندگی خود را. مقصدمون همین بود. خیر وای آدم یک جا حواسش آخر وای دوست می‌دارد باز. همون چقبای همون آفتابخانه دوست می‌دارد. خیر زنش دوست نمی‌دارد، چیکار کنه کنه؟ همون زنی دوست نداشته قدی زندگی کند می؟ خیر دوست داشته است. خیر آورده است، عاقبت فاش می‌شود، شرمنده می‌شود. آخر همین بس بودگی است همین چیز. ما اونجا برای مسخره کردن موی سفیدان پدران نبود، برای بعضی آدمانی که امروز به پیشروی جمعیت ضرر میرسانند برای همونا روانه کرده شده بود. و از این بدترش هم در روزگار امروزه ما هست رفیقان، هست آدمایی که آنها شناخته نمیشود، در نمود و ظاهر خیلی اینتلیجنت عجایبند، گالستوک دارند، ولی چنان کارهایی میکنند که نگاه کردن نمیخواهید، دزدی میکنن، از این بدترش میکنن. من دور نمیرم، نمایشنامه نخی پیچیده محمد شریف خالف میبریم. این نمایشنامه از طرف تورخان احمدخانوف به صحنه گذاشته شده است. من میخوام که یک پارچه از این به دقت شما حاضر پیشکش میکنیم. اگر موسیقی تیار باشد. مرحمت. همین اشوله با من خیلی معقول. پارسال در سناتوری کیسلاوسک دم میگرفتم، از کوچه باغ میگذشتم که به گوشم همین صدای همین موسیقی رسید. به طرف آواز رفته بینم آنجا رستوران ازبکستان بوده است. این آهنگ از مگنیتوفون صدا میداده است. یک قند زنیتان گفتم آفرین. شما لبی بحر را دوست می‌دارید و چهل با کیسلاوسک رفتید. آنا وای کریم سوچی ها؟ نظر جان هر سال برای استراحت میرفتم، پارسال برای معالجه. دکترها گفتن که کسله مرا تنها با آب مینرالی کیسلاوسک معالجه کردن ممکن بوده است. شما هم بیمار می؟ اگر شما بیمار باشید دیگر ها مرند نظر جان، مرند. قامت ای زند. برای همین گپا 7 گرم میبرداریم. جان آقای از نمودتون دومی الغیر میکندگی بر این کو؟ نه آشنا، سن سال که با یک جا رسید آدم یک علت پیدا میکنه. نه شما حالا جوان، شما نصیب باشد چند زنی دیگر را پیر میکنید. نغمه هایش زیاد. اینا شهریده. هر روز یک چیزی نو طلب میکند. دادا جانش هوا گرم شده ایستاده است، یک متای منبوع خریده بید. ها خوب
های همین متا من به معقول دی جان داده جانش همین من به گفته تیپ ها های گولی ایناش فرق میکرده است های همینش مکو من به گفته تیپ ها خوب سر و ماینه هم رو گیج میکند سر و ماینه اتون گیج نشود و خرده تیت وای زنی جوان پوشیدن میخواد پوشیدنم گپ نیه کجا که دارم دایم برایش مالهای نبودگی یافته میارم وای داده جانش من همین متای فلانی خارج آوردگی همین اکو من با گفته چیده کن من از زنی فلانی اون خیلی کشه یافته میپوشده من از وای کم خواهی اکو همین اکو من با گفته چیده کن خوب آدمان برای من همین اطلس های ما جان میدهند و این باشد خارجیش رو میکوبد من امروز هم کله سهرگتی همراه نوی دوگانش برگوتای بازار تلکوش گرفتم خیر گفتم کو همین که زنی جوان گرفتید خریده تیت نموشد یک روز خیر و معذور را نسیه کرده بر اومده میره از خانه من زورش از کجا میامد اکو انا ما ایشا شنیده که گفتن شوی زنی نوجوان اگر شیر بود چون پیر بود همیشه دلگیر بود آره مثل است آن که گویند زنان در پهلوی زن تیر به از تیر بود وای شما اطلاس بسیدو همون روزنگی با خیلی یادم آمد همین شفیار ابله شما مست بود می نشه زده بود می در حضور کمیسیه ها مال رو قبول کنید وقت هم نیست گویان مقل برداشت این کمیسیه های هم باز چخیل مال و اقاقی در روزش هست کن وای فاکتورش نشانده منه فاکتور رو نشان داد فاکتور رو دیدند و دادر او در فاکتور 100 متر نشان داده شده است و اینجا باشد مال زیاد برای کوگویان چسبیدن ده همون روز یک بار 3 نفر زیر کرده در آمدن بید کنی مرحمت شما آمدین کنی مرحمت بید توش از بالا گذارید ما از نظارت خلقی های بید کنی اکا شما آمدین کنی از بالا گذارید چی یک پلت چای من 7 گرم شما نوکرک در یک ماشین اطلس بار کردید اکا بار کردم اطلس اکا حجت هایش رو نشان دید خوب من دفتر رو گرفتم و نه فاکتورش رو نشان دید جانم کتی من فاکتور رو گرفتم و قرار زدم این یک شیفرش غلطی دست کو این بجای 1000 متر 100 متر نوشته ایم کو خیریه شمایان آمده اگه ها نباشد خانم مثل آتیان باب کرده که سیل کرده لگه خیریت کار با خوبی انجام میده انا برای همین با 7 گرامی دیگر میبردیم بایی نظر جان دنیاکش نصیب باشه من همین روزهای نزدیک آدم مالهای کمیاب باز دو ماشین دیگه بار کرده میفرستم لیکن جان یکاش چون هر وقت همه قبولای کردن که این وظیفه تو قامت چکت زند نظر جان احتیاط میکنید در کسب و کار ما احتیاط این نیمی حیات درست احتیاط کنید آبرو میگیرید درست احتیاط کنید برکه میابید احتیاط کنید دسترخوانت زیبا میشود درست خلاصه احتیاط لیکن از خودت گپ نمیموند نه ما
شما تشویش نکشید اکو او باری اول نیکو بارکالله انا برای همین بار اول نمودنش باز 7 گرم میگیریم یعنی اکو همین در روزهای نزدیک شما در کجاهای استراحت کردنی؟ نصیب باشد من همراه سنگین بوریویچ یک طرفهای ری در رفته دم گرفته میبینم همراهتون یگان اویمچه بودگی است ها؟ نظر تو سادگی انجیان او این جانور باشد اویمچه ها همون جواب هم یخت میشن اویمچه های اینجا برای اینجا اویمچه های اونجا برای اونجا همون جای ما آباد کرده گشتیم همینه که؟ نه بس همینه گیره کن؟ بس این خیلی نبودی کن؟ همین خیلی شدیم در امروز شنبه گیرم اینه شنبه گفته کافیم نی نظر جان قامت چه کرد زند همین یک بار در روزی شنبه همین تو کف بان بیا انا پگاه یک شنبه روزی استراحت لبک دریا بین گل و لاله ها امروز در خانه او پگاه ها بابایشا در لب دریا بین گل و لاله ها لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا یک کانیا گیره لب دریا مالی تفانم آن کنه خیلی دکو برای من یک رقص کنی دکو خیلی دکو اکو نظر جان رقص کنی دکو برای من شده یک رقص کنی دکو جان نظر جان من همین رقص نمیکنم ده حوالیا نظر جان لبای اینجا به جان یکاش های اینجا سلقی بود از کوا این مهمانی ناخونده کی باشه نکو مهمان نسیم خورگه بیا در شدگی السلام علیکم السلام علیکم
بیا بیان یا خودت خلو کرده گیر اوقیو جان این پسرتون با مولهای شبهناک به دست افتاده است پسرتون میگوید که این مولها رو از خانه شما با نیت فروختن گرفته است من پسر ندارم نه ما پسر نداره نغز نباقیو پسرتون همراه مادرش در قشلاق زندگی میکند او همی اوه ما ندیدیم کو مایور نه صبورو ما باید زندگی مونده باقیو ما باید خانه شما را کافت و کو کنیم مرحمت رخصتنامه در باره کافت و کو شما با کجا؟ کی من؟ بله شما من با خانه شما کی؟ نامتون چی؟ من مهمان من هم تو آمدم هم تو کاپیتان زریپوف این مهمان فیسفیسه و شعبه میلیتسه برید هیچ گشته بیاید بیاید داخل رفیق مایور بیاید آمدیم یا به پای قدم آمدید بیاید چشمم خریده ایستاده بود وی انا خلاص این سالقین میشه این گفته یک بار شاخ شده مادم کو خیر ایزگمی حاضر میگذارن کنه رفیق مایور گذارید کنید شما گذارید کافت کومی شد شما اول یک بردن اون گیرید کنید گذارید یک بردن اون یک 7 گرامکک چای کنید های اوه سبیل مونده راستی ایناشه انتظار نبوده های کنید های رفیق مایور دست من نگردید خفه میشم واقعیو جا و این 7 گرام در این دمی سحر میزدگان نمینوشن شما هم شوخی میبرامد است که اکن رفیق مایار مای گفتن که گرمای نخوری تا نمزن مستان را گفته است یکی از مدیران بوفت میگست لیکن راست گپ باقیو مقصد شما را نفهمیدم مایور شده ایستاده یک ساله معاشت میگیری چی خیر؟ نه همین خیر من دانمو شما دانیدو داند یعنی کی؟ من شما یا دست نکوبمو شما به عوضش شد آته کتامه رحمت باقیو جان خیر چند میدهید؟ نمای چند میدهید میگویم این 5000 5000 اکک بیکک کم باقیو منه کم تماما کم این نمیشه یه باقیف این خب یا برکه یا منه یه باقیف بعد آخر ما 3 کس این نمیشه بریم آخر استید اما 3 کس شما چند سومی چند سوم در کار شما چند سومی میگیرید چند سوم در کار شما با چند کس شما خودتان هستش 15000 15
خوب چی خوب؟ شرطتون قبول کدام شرط؟ بازرنگی روزی 15,000 لیکن رفیق مایور گپ مدکش دست مرد دستی مرد باقیو ممکن بود است که حتی ممکن لیکن خوبت رو رفته با آب گو میلش با هم میگیم سرتیت میگویم زندگی چی؟ زندگی معنای زندگی رو هر کس هر خیلی میفهمد باقیو نخود اساس زندگی معنای در پول حرام و مردم فریبی باشد نه باقیو اساس زندگی معنای در مهنت حلال وجدان پاک و صداقتمندی است همه این گپ اگر پول و مال دولت و ثروتت نباشد حتی در نزد زنت هم قیمت و اعتبار ندانی بخیر. من این را از شما خوبتر و بهتر میدانم رفیق نچلنیک متاسفانه زنهایی که با پول و مال عادت کردند تا حالا یافت میشوند لیکن شما زنهای صادق ما را تحقیر نکنید دعوت کنید برآمد رفیقان السلام علیکم bakıyorum. چطور؟ Nazmış mı? کنی بیا کنی تشکر. جا میگردی رفیقان بیا حلقت اسمان دست بیا شین باقیو پسر این کس با مالهای خیلی زیادی به دست افتاده است و میگوید که آن مالها را به نیت سوداگری از خانه پدرش گرفته است ما باید خانه گرجدانین با خیف را کافتکاو کنیم و شما آن همچون شخصان بیغرض اینجا اشتراک میکنید فهمو؟ خب رفیق با خیف از کجا سر میکنیم؟ مرحمت از کجا که خواهید کپیتان ظریفو از همین خانه سر کنیم خیلی خوب برآمد رفیق شما همراهی برآمد با خیف همونجا سر کنید اونجا ازم خانه با هر حال باید رفته بینیم رفیق با خیف البته وظیفه‌تان همین لیکن احتیاط شود کن یک کوچکی گزنده هم بستگی خیران رو شما میبندید رفیق با خیف یکون میبخشد کن رفیق ملچی نچلنی وای کوچک گزیدنش ممکن Bakıyorum. Aram şöyle. سگی بعد صاحبش را هم میگزد من آن را میبندم برآمد Bakıyorum. باقیو کاردار نشود کاردار نشود باقیو این صندوق از خدا رحمتی مادرم ماندگی کاردار نشود دست نرساند کلیدش در کجاست؟ کلیدش را خدا رحمتی مادرم همراهش بردگی خطر
رفیقان مرحمت نزدیکتر بیاید نزدیکتر نزدیک بیت شاید شما هم رسد بیت با کیوف از رحمتی مادر گفتید شاید این رو تابستان در کورورتان کمپیر معقول شده باشد گیرید یه تشکر این میراث که آخر با کیوف و شما میرسد همه با اینجا شد می اکه؟ شد با کیوف شد می جیان؟ شد می؟ السلام علیکم و علیکم السلام بخیف من خودم بردمانم نه بخیف ما خودمون آوردیم خودمون میبریم من خودم میبرم نه ما خودمون میبریم بخیف التماس لباس های حکومت دادگی افلاس نشود شما غم لباس های حکومت را نخورید بخیف خواهش میکنم حالی که میداند 3 سال پس باز میگیرید شما غم لباس های ما را نخورید بخیف مرحمت خوب مرحمت رفیق مایار با همه 100 سومه و 50 سومه کو همسایه همه این پولها رو چه جمع کرده؟ چشمت دیدگیست پاچکا گفتم که اینها از خدا رحمتی مادرم برای نبیره هایش میراث ماندگی خدا رحمتی مادرتان کی از دنیا گذشتند بخیف سال 1957 57 اما سال تولد این جانورها 1961 رحمتی آدمی نقص بوده است برده خب اینجا در این قفا نوشته که چی معنی دارد من گفتم که راستی که منم نمیدارم از رئیسور نمایش حاضر سوال کردیم گفتن که این سوال با تماشابینا هست کسی چی خیلی که میخواد همون خیلی جواب میکنه مرحمت عبیدالله رجبوف بهترین شیرینکار دوران ماست خب باز کیچ خیل گفتم میخواد تشکر بسیاری با فکرم این نیست عبیدالله رجبوف با شما دوستان مهربان آها تشکر گفتن که عبیدالله رجبوف با شما دوستان مهربان عبیدالله رجبوف بچه شوخ دنغرگی می باشه من بچه شوخی دنغرگی بودیم باز این خواهش رئیسور از رفیق خانم میدانم عبیدالله رجبوف به شما دلخوشی میکنه خب همون آدم کروپنیتر نزدیکتر کرده که خانه به یک بید
عبیدالله رجب به شکار دوستان می رود. خب گفتی رئیسر نمایش حلیم جان سنگینوف همه این گپاتون گپای خوشرو است و زیبا است، همش معقول من بعد همش معقول، لیکن من همین اینجا یک دوست بسیار عجیب دارم، دکتر طبیب و این کس هم گفتن که عبیدالله رجب با شب نشینی دعوت میکنند. به فکرم همینش ریخته و در نظری من ده یعنی وای است، صمیمیتر می نمیدونم آسانتر می یک گپ مانند است، همین عبیدالله رجب با شب نشینی دعوت میکنند. این گرچه که یک کلکه روسی است با وجود طاقت کردن ممکن. همین من همین زیا رحمانوف گپش قبول میکنیم. ها من رئیس آواز ما محمد علی من چیزی گفتم میگم که من گپ زنم کنی عبیدالله رجب با شوربای دیروزه میخورد. راست دینه یک خام شوربا کرده بودیم بیگانه مال با همونه میخوریم خیالم انیق. شنیدم که بعد از اینکه با سرور شما تئاتر مینیاتور را کشانده میشم، اگر این بعد از اینکه در پایتخت ما کشانده میشد این در حیات مدنی تاجیکستان خیالم یک سه بزرگ بود. راست این آرزوی چندین ساله من است و من میخواهم در حقیقت همین خیلی گپ‌ها هم شده است و مصلحت ها شدگی و باوری داریم که امسال یا خود سال آینده این آرزوی چندین ساله ما باید جامعه عمل باشد، عملی شود و اگر همین تئاتر ساخته شود من خیلی خرسند میشم و همه شما بعد همین تئاتر نو دعوت میکنیم، تشکیل میکنیم. خلاصه یک دو نمایشمون هم تو بی پول گرچه که حاضر من یک کاپراتیو پیدا شده است، حاضر سلامم پولکی میشد یک دو سه روز پس 3 سومتی 3 بار سلام میگم تو با 2 سومتی 2 بار سلام. ما همون وقت هم کوشش میکنیم که یک دو سه نمایشمون برای مردم جلب کردن بی پول. نمایش امروز هم خیلی پولکی است و در تئاتر ما اگر هم تئاتر شود 2 نمایش بی پول. این آرزوی دیرینه ما است. البته یک دو سه رفیقا هم فکرام پیدا شدن، انتظاریم که کی میگن که سر کنید، میگن سر کنید، گفتم سر میکنیم، شاید شما تماشابین اولین ما میشه. تشکر. میخواستم از شما پرسم پرسم که اهل عائله شما با کسب شما چطور مناسبت میکنند و شخصی که آرزوی مانند شما بودن رو دارد چی مصلحت دادن میخواسته؟ مصلحت دادن درباره عائله هم گپ زنم یا درباره آنهایی که میخوام که کسب و کار شما با کسب و کار شما اهل عائله شما چطور مناسبت میکنند و آنها به عمل گردیدن مقصد آرزوی شما مدد میرسونند و شخصی که میخواد که مانند شما شدن میخواد چی مصلحت ها دادن میخواد؟ فهمم. خیلی میگم که دیگر میگه که عائله همین زل باشتگی از خیلی کجایی با التماس در همین باره همین چیا گپ نشود که با یک زن دارم اینا قهر کرده و من چیکار میکنم؟ اهل عائله ما نسبتی کسی من خیلی مناسبتشان جدی است، خیلی مناسبتشان جدی است و هر آنچه که از دستشان میآید کوشش میکنند که به من یاردم رسانند. اگر عصبی باشم کوشش میکنند که عصبی من با چای و نبات و غیره و کذا با خوراک های لذیذ و با تبسم و چهره گشاده عصبی من آرام میکنند. خلاصه بسیار یک انسان عجیب است عائله من. کوشش میکنن که من عصبی نشم. بچه‌ام همین خیل و با آنهایی که میخوان کسبی من پیشه گیرن یک چیز از رفیقا بعضا مردم کسب اکتوریت دوست میدارن، آنها مخلص یا حقیقی شاید باشند ولی میگن که نه من باید اکتور شوم. این فرق کلان است، مخلص و اکتور شدن دیگر است. اگر ارتیست اکتور شدن باشن به فکر من
من اکنون تعریف نمی کنم که من زندگی خوب میدونم. من زندگی هیچ کس تا آخر بود کردم نمیتواند، ولی میخواستم که زندگی به قدر امکان باید دانیم. زندگی باید دانستن در کار. و یک چیز دیگر است که میگن که در نهاد آنهایی که ارتیست میشن، اکتور میشن، علاوه خصوص کسب اکتوری، و باید یک جوهر، یک تخم از همون آوان کودکی، یعنی با همون تخم باید تولد شود. یعنی یک استعدادی خداداد میگن، بعضا طبیعت میگن، همین چیزی که خواهید، همون چیز باید باشد. اگر نباشد نمیشود به فکر من. و حالا من گفتم نمیدونم که من اکتور هستم یا نه، به فکرم با یک 10 سال گذرد بعد معلوم میشه که کیم چی دارم. این با کدام معنا؟ با اون معنا که اگر طلا همون گپ است در اون خاک دام باشد، همون یک بار که تازه کرده باید در اون جلو میتاد و آهن 1000 که و یا مالش دید یا که غشت 1000 با متاهای من این پشمین مالش دید تازه کنید، باز اما غشت میماند. یعنی باید، بعضی ها میگن که با مهنت شدن ممکن، البته با مهنت شدن ممکن، در این اینستیتوت هم میخوانند، لیکن این معنی آن ندارد که تو اکتور شدی. نه، آنها راهی کار کردن یاد میتین، راهی در صحنه کار کردن با استادا اینا یاد میتین. در همین حالت هم اکتور شدن ممکن، ولی اکتوری که به معنای پره همین عباره به فکرم خیلی دشوار است. باید یک چیزی باشد، یک چیزی طبیعتا باید در وجود تو، در نهاد تو باید باشد. مصلحت میدم که هرچی بیشتر باید خوانیم و زندگی آموزیم و بیشتر گوش کنیم و اکتور عموما مشاهده کار باشد. هر چی که در زال گفته میشد، در بازار، در کوچه، کجایی که نباشد حتما همون او باید بیند و شنود، داند. او نباشد نمیشود. ولی زندگی ما دوستان خیلی زندگی آنطوری که ما در کتاب میخونیم و از تلویزیون عالم‌های گوش میکنیم و بعضا نصیحت‌های خیلی خوب میشنویم، این نیست. زندگی باز قانونی خودش دارد. هر یکی ما زندگیمون را به طور خودمون میسازیم. امروز هر یکی ما کوشش میکنیم که برای پیشروی جمعیت، برای دور و زمان منت‌های خیلی ارزنده کنیم و خلق و وطن از ما راضی باشند، ولی احیان شخصان یافت میشوند که با رفتارهای خود و با کردارهای خود زندگی ما رو داغدار میکنن، گویا که آنها هم مهنت میکنن، کتاب‌های خیلی عجایب مینویسن، کشفیات‌های خیلی عالی میکنن، ولی او کشفیات‌ها بعضیش به ضرر ما است که ولی صحنه نوبتی پیشکش شما میگردونیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. شناختم. خیریت. از بینیتون شناختم. نخواد. من شما را از همین جامدانتان شناختم. خوش بازگان کشفیاتی نو بودگیست ده؟ دیسرتاسیا، کار علمی هم. نخواد تا حالا حمایه نکرده باشید؟ هنوز نه. سبب؟ هر باری که روزی حمایه نزدیک میشد موضوعی هم کهنه میشد. من 25 سال میشود که در روی خط معاشگیرهایم، نمیدونم وقت میرسیده باشد یا نه. نغز بچی؟ تو نفقت یه نغز میشه. خوش در کدام موضوع شما موضوع بسیار موضوع اکتوالی، موضوع خیلی مهم. بید مانید من وقت من نگیرید باز این موضوع من کنه نشد. صبر کنید اکنون یک میفهمیدیم در کدام موضوع شما حمایه کردن میخواهید؟ موضوع دورگه کنی نخواد جفت کنانی. خوش برادر عزیز، چرا با چی جفت کردن میخواهید؟ من راستی گپ در این موضوع بسیار همین جستجوهای زیادی و کماندیرافکی و این طرف و اون طرف سمالیات و البته بیوه نمیشه و غیره و غذای بسیاری صرف شده. من 5 سال اول من برادر عزیز من همین کبوتر با پرنده ازار سرخک جفت کناندنی شدم. نخواد کبوتر را با ازار سرخک؟ بله. خوش این برای چی در کار بود؟ خیلی برای چی؟ که شما بیخبر می؟ من نمیدونم. من نمیدونید که مردم همین وقتای آخر من خط نویسی بسیار شده است. بله من آبونه در اوج. من همون کاری خط کشانهای برای آسان کردن من خواستم یک پرنده اختراع کنم که من همون
مکتوب‌های مردم زود به صاحبانشون برده رسانند با هم در اون تو تق تق زدند. نغز مبارک شود مبارک شود. تشکر. خوش موفق شدید می؟ نه قریب جفت شوی آنها زنم از من جدا شده رفت. فهمو منم بند برادر عزیز باز 2-5 ساله دیگر باز رفت و آمد زیاد این طرف و اون طرف باز عملیات پاییز و این 10 سال دیگر باز جستجو باز یک موضوع دیگر یافتم. من همین کنه را با کرم شب چراغ دورگه کردم. کنه را با کرم شب چراغ؟ بله جفت کناندم ده. جفت کناندید؟ بله. خیر این چه حاجت بود که کنه را با کرم شب چراغ جفت کنانید؟ چه همینم نمیدونید؟ نمیدونم. او کنه در تاریکی یافته نمیشود که؟ ها بله یافت نمیشود. اما کنه اختراع کرده من میخزد و هم روشنی میدهد. نه ها. انا در تاریکی با آسانی میابید و اون تو پخش کرده میکشید. او بیچاره کنه این بالای دستتان چی است؟ این محصول مهنت 25 سالم. نخواد. خیر فهمیدن ممکن این چی است خودش؟ این بید من دیر میمونم. بید برادر صبر کنید یک فهمیم این چی بوده است کنی با فکر شما این چی؟ با فکر من این تربوز لیکن چخیل تربوز چخیل تربوز میشود؟ تربوز عادی؟ نه همه گپ هم دارم که این تربوزی عادی نیست. خوش این چخیل تربوز این تربوز برادر تربوزی پرواز کننده. بسیار ناز این ثمره مهنت 25 سالم. انا ببینید oysa بود پرواز کردن نرم؟ خوش یک شما هم پرتافته بینید من یکی پریده نرم؟ نه oysa با یک بار دیگه با یک بار دیگه یک بار التماس یک بار دیگه خوش من حیران برادر شما چیکار کردید خیال کردید که این تربوز پرواز کننده شد؟ این قصه این خیلی دور و دراز است. من برادر عزیز من همین تربوزی عادی گرفتم و با پفک دورگه کردم. خیره چه حاجت بود که همین تربوزی عادی را با پفک جفت کنانید؟ از این چی حاصل شد؟ از این چی حاصل میشد؟ من تربوزی پرواز کننده. آخر برای چی؟ چه حاجت بود؟ در موسمی تربوز و خربوزه و از بازار رفته هر روز یک تگی نمیبرید که؟ یک تگی 10-12 میبرید برای 10-12 روز. ماشین نیست. انا تربوزی اختراع کرده من 20 تا میگیرید. من اینجاش تو یک ریسمانچه میکنید. رفتن میگیرید پشتتون کشوله شده اومدن میگیرد. عجایب خوش این را خوردن ممکن میشه پرتوید. خوردن ممکن لیکن خودم هنوز نخوردم. هنوز نه؟ خیر این را دیدن ممکن؟ دیدن من دیده ایسو دید که؟ نه فهمیدن ممکن که این پخته یا خام چه؟ مرحمت چون همه تربوزهای مقرری. اینا بینیده اکنون یک سنجده دیدن ممکن مرحمت لیکن پختگی می یا خام می بودن یک فهمم مرحمت چاکده شما چا کردم من این چی بود؟ تربوز کنی من از شما پرسم تربوز کنی؟ نمیدونم تربوز همینجا بود تربوز نیست؟ تربوز کنی و چا کرده شما؟ چا کردم من؟ و کار علمی هم اکن
دیسرتاسیام چی می شود؟ من از کجا بدونم چی بشود؟ 25 سالی دراز ها؟ 25 سالی دراز من شب نگفته روز نگفته وای خورده که اک بود 25 سالی دراز من باید پوف کردم و پوف کردم و پوف کردم عاقبت تو کفاندی کار علمی هم چی بگم پوفک پوفک تشکر بسیم عزیز فراموش کردم که آیلم هم جستگی بودم های مرحمت من میبرم تماشابین مومن مخلصان تئاتر آیا شما خوشبخت؟ نه حقیقتا شما خوشبخته چون که همین قدر مخلص آمده شما رو گوش میکند این خودش خوشبختی است لیکن بیرون از صحنه به شما چی حادثه روی میدهد بیرون از صحنه هم شما همین خیل خوشبختید همین خیل دائما شاد و مسرورید من فهمیدم شما یا قریب که خودتون به همه سوالاتون جوابم گرداندید من از سوال همین خیلی میشد خودم سوال میکنم خودم جواب میگردانم رحمت خواهری عزیز رحمت در حقیقت آخه خیلی خوشبختی همین قدر میشد همین قدر میشد این زول پور برای یک نمیدونم ذوق شما یا من قانع کرده توانسته ایستادم یا نه خیلی خوشبختی همین است خودتون گفتید که من همین زل پور خوشبختی من است او بیرونی صحنه اونقدر خوشبخت نیست انا همین خوشبختی این خوشبختی امروزه من همینجا بودگی و یا میپوشاند خود درست جواب داد رحمت акой убайдулло ман мехоҳам фаҳмам ки аз ҳама дӯсти қарини шумо аз ҳама дӯсти наздиктарини шумо аз акторҳо кӣ ва бо кӣ мехоҳед ки бисёртар бозӣ кунед рол бозӣ кунед рол бозӣ кунед як бор ки ҷони ширин ман мехоҳам фаҳмам ки аз ҳама дӯсти наздиктарини шумо аз актерҳо кӣ аст ва бо кӣ мехоҳед ки бештар рол бозӣ кунед من خودم بسیار دوست می‌دارم. نه من فهمیدم سوال فهمیدم. سوال من فهمیدم. من خودم خیلی دوست می‌دارم. منم می‌خوام که شما منو فهمید. البته همکسبای خیلی عجیبی دارم. خب با همه‌شون اون تئاتر جای کاری من است. او رئیسور مثال منو بیند که تو همین رول بازی میکنی فلانی همین رول من نگفتن نمیتونم مجبورم بازی کنم گرچنده که بسیار میخواهم که با ارتیست شناخته شده مردم ما هاشم گدایف حالا یگان بار نشده است که هر دیمان یعنی وای باشیم پارتنر باشیم یعنی او یک رول بازی میگه من یک رول دو کسان سوال و جواب
من با خوشبختانه با عطا محمدجانوف این واقعه روی داده است، خیلی خرسندم. با حبیب الله عبدالرزاقوف روی داده است، خیلی خرسندم. و البته برای من خیلی گواره است که ارتیست های با قوت و آنهایی که مردم خوب میشناسد با آنها در پهلوی آنها باشم، از آنها یک چیز آموزم. و من این سوال من فهمیدم شما، لیکن با اون درجه که با همه میخوام، امروز با دانشجو هم میخوام، اونایی که نو تئاتر میبینن با آنها هم میخوام، با آنهایی که تجربه خیلی بای دارن با آنها هم میخوام. خلاصه با همه میخوام، با همه. ولی خودم هم دوست میدارم. بعضی میگن که نمیخوام خودم تنها باشم، این آسان‌تر است برای ما. تای عبیدالله، استاد اولین شما کی بود و اولین رولی که در صحنه در نزد تماشاگران اجرا کردید کدام بود و کدام رول شما اجرا کردید؟ استاد اولین خلق مردم بغیر از آن که آموزگارای زیادی فیلم سایش میتلمن، معلم حاجی قل رحمت الله، معلم اصلی بدرالدین برهانوف، شادروان توفیق فاضل و همه کارمندان اونهایی که امروز خیلی ارتیستای شناخته شده هستند، میشناسن، مردم خوب میشناسن، آنها استادان من از آنها خیلی میآموزم. و این آن معنا رو ندارد که فقط از بزرگان میآموزیم، نه، باز میگیم که از دانشجویی که امروز اینستیتوت تمام کرده تئاتر میاد، ما از همون هم میآموزیم. این کسب اکتوری این یک عمر میآموزید ولی هیچ نمیفهمید، هیچ. زندگی است، زندگی نمیشد. امروز این خیلی است، فقط دیگه خیر تقریبا همه وقت باید در جستجو باشید، همه وقت باید آموزید. همین است. اینجا اشاره شد که یک سوال بود اونجا من درباره گفتیم موی سفیدا میگفتن که اینجا هست یک جوابه که برای چی شما موی سفیدا مسخره میکنید. هست همین سوال میشه. در صحنه چقبای من اینا گفته بودم، باز میگم در صحنه چقبای یا که دوگانه ها با تئاتر میروند و ایده کچورتو همین خیلی هم جان نوشته که جایی بکی شرم نمیدارید. آخه برادران من یک بار گفتم که ما نسبت همه کلانسالا، من نسبت همه این کار نسبت همه کلانسالا نیست که چی جای پنهان کردن هستن امروز از چرا دانشجوی تنقید کردن ممکن، چرا کاتبای رایکام تنقید کردن ممکن، رئیس های کمیته اجرایی تنقید کرد، تا کاتبای سیته تنقید میکنن. برای چی؟ موی سفیدا آنهایی که یکی از همراه ما زندگی میکنیم، آنها همراه ما، چرا آنها ممکنه؟ آنها هم تا اون درجه پاک نیستن که در قطار آنها هم هستن که. پس ما امروز جوانان از زمانها میآموزیم. من که جوان نیستم ولی که موی سرم سفید دیگر را در نظر دارم، از زمانها میآموزیم که هستند رفیقان، هستند موی سفیدایی که در زندگی ما نه همه میگم که یک تا نیم تا یوف میشوند، آنهایی که با رفتارهای خود با کردارهای خود زندگی ما رو داغدار میکنند. من نسبت همین اونهایی که در همین پیش سوم میشن در دیگر جا میشن میطلبن، من نمیتونم دیده همین چیزا. آخر زندگی من اینقدر سری پوری است، باز چرا گدایی میکنم من نمیتونم. خیلی یک کم است لیکن هستن، اما نظر به بسیار گنده میرسد. یا که بعضی آدم ها دانن و ندانند، یک چلا سوادن و از خودشون ملا میتراشن و مردم به گمراهی میبرند. من باز میگم حلیم جان اگر امکان باشد همون صحنه ایدی کشورت تیار کنید، از بس که وای گریم در کار است برای ما وای نگرفتیم چون که آسان تر شود، وقت زیاد نگیرد. اگر تیار باشد مرحمت سرتید و شاید در گیر همین باز سوال ها پیدا شود. مرحمت مایلش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين. خدایا خداوند همین بیماری مبتلا جمیع همه اولاد و اجداد به همین بیماری مبتلای بیچاره یک قوت و درمان عطا بی بی رحمتک به همه آفرین. الله اکبر. شانه کاری الهی برکت. السلام علیکم. سلام سر بیا کنی
بیا کنی شما نازید درست دمو نفستان مادر جان یاردم کند این پسرتون است همشیره بسیار پسری خوب بخیزم سلامتی چطور مادر جان بد نی میشه پسرم اکنون همشیره اخلاص و خلاص گفتند اخلاص کنید هر بلایی که هست دفع می شود انشالله خیلی بزودی شفا می یابید اخلاص اخلاص و باز هم اخلاص اوی بچه کن از قبطی همون کرپا یک 10 سومه گرفته به ایشان قارتی مرحمت دومولو گیرید حقی خدمت نه 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 بلم در کار نه بلم در کار نه با ما این پولای شما لازم نیست بلم این حقی خدمت دوم گیرید در راه خیر یک دعا خواندیم ده نه 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 لازم نه بلم لازم نه آخرین حقی خدمتتون گیره خیر با مادرتون تید نباشد من از دست مادرتون میگیرم ما مادر جان گیره گیرید رازش بده بسم الله الرحمن الرحیم الهی آمین ناصر الله اکبر دومولو افسوس که با معنای دوی گفتگیتون حتی خودتون هم سرفهم نمیروید چطوری؟ چخیل من سرفهم نمیرفتم برای اون که دوی گفتگیتون تماما غلط بود و حتی خنده آور بچه کمی خید نگو شکو که نکن شما پسر زبان عربی رو میدونید؟ بله میدونم من در شعبه شرقشناسی اونیورسیت میخونم بسیار خوب بلم خوب من چیش رو غلط خوندم پسر؟ آخر شما گفتید که بی بی رحمت اکا با هم آفرین آخرین تماما غلط است که خوب درستش خیلی میشده است از شما فهمیم درستش برحمت کیا و الحمر راهمین می شود من خیلی خوندم آخر شما گفتید که بی بی رحمت اکا با همه آفرین ایدید کچار تو ملک اساس خب چنده از روی شنیدم بسیاری ها تشکر خیر همین چیزی که تماشا کردیم کجای همین من نمیدونم کجای همین حقارت بود و تحقیر بود من همون قهرمانم کوشش کردم که یگان عیبش نشام نتیم هم تو نگاه کنیم اگر هر چی گفته است امروز مصطفی‌دوم بسیارش هم ایدی کچورت هم میگن در سری پاورات میگن با چی میگن خلاصه بسیار کلمه‌ای هست که در هر چی گندگی دارد هیچی در حقیقت بیچاره نمیداند همون کارم نمیداند همون گپی بیگفتگیش هم نمیداند لیکن بسیارا میگن که تحقیر است و مسخره است آخر عموما من هیچ وقت در یگان قهرمان منفی هم باشد کوشش کردم که ابله و احمق نشام نتیم او هم به فکری خودش خیلی آدمی
قابل است و آدمی پاک و پاکیزه است. من کوشش کردم که همین لحظه های همین جهتی همون قهرمانان بیشتر متماشاگران نشان دهم. در نگاه خودشان آنها خیلی آدمای پاک هستند، به مردم منفعت آور هستند، ولی همچون obraz البته دارد. و دوستان عزیز، در گرد نمایشنامه‌های چقبای و بگونه به تئاتر میروند، یک چند گپ‌ها شدگی بود در روزنامه‌های ریسپوبلیکا. عموما نسبت مردم هنرمند، من از شما خیلی خرسندم که آمده اید، باید یک نگاهی خیرخواه باشد. اینقدر نشود که این فلانی از خود رفته است، کنیم بیا همینه یک باب کنیم که دیگر خیسته نتواند. این خیلی مناسبت نسبت هنرمند نمیشود رفیقان، این نباید باشد. من میخواهم که منقدای ما، آنهایی که دعوای منقدی دارند، منقد باید قصاب نباشد. منقدای ما بیشتر رول قصاب اجرا میکنند. اگر در نوک یک، یعنی باید طبیب باید باشد، منقد باید طبیب باشد، یعنی همون درد یافته طبابت کند. اگر در همین نوک، همین انگشت من اگر یگان زخمی پیدا شده باشد، بعضی منقدای ما نگاه میکنن میگن آها همینجا بریدن در کار، همینجا شرط میبرن میپرتن. آخه همین از همینجا توبت کردن ممکنه؟ نه، از همینجا میبریم میپرتیم. من دیگر کار ناشایه میشه که در کار نیستم. نه، همه ما در جای خودمون هستیم. اگر هر کداممون در جای خودمون میبودیم، هر کداممون اگر چی کار کردنمون میدونستیم، حال این ریسپوبلیکای ما گل میکرد، خیلی پیش میرفتیم، خیلی. گرچه که موفقیت های کلانی به دست آوردیم و اگر هر کدام ما در جای خودمون میبودیم، از ته دل، یعنی با شوق و ذوق سوخته اگر کار میکردیم، زندگی میکردیم، درد دل میکردیم، همون کمبودیمون نیست میکردیم، حاضر ما خیلی پیش رفته بودیم. ولی یافت میشن شخصانی که در جای خودشان نیستن. چخیلی که حاضر صحنه نوبتی با دقت شما پیشکش میکنم. من خودم بله معلم گپ این خیل و شد. من خودم تیار کردم. ها نه، حجتش خودم تیار کردم. چیه؟ افتابیوگرافیاش نقص کمبودی ندارد. ارفاگرافیاش هم خوب است، کالیگرافیاش هم زیبا، فوتوگرافیا دارد. نه معلم، فوتوگرافیاش نقص است، افتابیوگرافیاش هم نقص است، ارفاگرافیاش هم خیلی عجیب، کالیگرافیاش هم زیبا، یکی معقول نشد، نمیشد میگفت. گیوگرافیاش معقول نشد معلم. خودتون اگر از پای این کار نشوید لبای کمیسیا که همین روز چند کس معلم التماس میکنم شما میتونید اونها یک دو سه دقیقه وقتشون گیرید که من تا اومدن اونها بعضی کمبودی هست اصلاح کنم. بعضی کمبودی های خردک از زمان تا شما یک دو سه دقیقه وقتشون گیرید، یک نیم ساعت برین یا یک ساعت برین با خوبتر تا اومدن اونها من همین بعضی کمبودی های اصلاح آیا برآمدن. خوب تشکر معلم. بعد صحبت میکنین نباشه معلم. خوب عذر خوب خیر. السلام علیکم معلم. سلام. ممکن معلم؟ معلم من تورایو. من بویدا. خب چی میگویی؟ معلم از سنگکزاده کورس کو؟ کیا کشت؟ گپ در این که معلم همون سرودی فرمودتون همش تیار شد برای بستان و اگر یک کنفرانسی گفته بودید که معلم دیگه سنگکزاده همین دو پایش در یک موزه جای کرده میگه که نخون گفتم باشد نخون. وای سنگکزاده آدمی با سواد، وای دو اینستیتوت خواندگی آدمه. یک اینستیتوت من پارسال تمام کرد، دیگرش 10 سال
پیش همین سنگ زاده ها بله چی خیلی مالی باید و سرود تماما یک تو میدونی چی تو که حاضر منو گرنگ نکن سرپا میرود نه یک بهای درست میدهد تو حاضر منو گرنگ نکن من حاضر خودم سری کلابه هم میگم چیکار کردم من نمیدونم تو از پای کارت شو بعد یک دو سه هفته بیا صحبت میگم حاضر کمیس میاد من بعضی حجت تاخ کردم در کار تو بالای نامده باز بسری من کیم چیگم بعد دیر میشود دیر شود دیر شد اكون دیر نکن برادر من کارم تا کنم بعد هم میشه هم رشد صحبت میکنیم خلال نرسون برادر رو مات بی سرود در جاش مالی اوهنگش هم مالی کجا رو تاجیکی میفهمی تاجیکی میفهمی میفهمم برده بده برادر رو بعد صحبت میکنیم بعد دو سه هفته بیا رو برات گپ میزند مالی میبخشید آخر زحمت صرف شدی مالی مالی و سنگ زاده مالی مخاخله تلفن کرده گوید که متنش در جایش آهنگ همش درست زحمت صرف شده از می مال من کارم بود کنم بعد بیا صحبت بکنیم یه خیریتی دو پایه داریم مات درست مالی آهنگش هم یک هفته خودتون گفته بودید که مالی خیلی کنگوزی برای بستان خیلی مالی من باوری دارم شما گوش کنید همین سرود شما معقول بشه خانم مالی تو چی میخوایی خانم نه تو چی میخوایی شما اگر گوش کنید مالی سرود شما معقول میشه من باوری سرودی که من تاور کردم خودتون گفته بودید برای بستان سه خودتون گفته بودید که مالی تازه آدمی شلقی بودید خان تازه من تارمی من کجا میروی من وقت ندارم همه حاضر خواندن که و بیتون چی میشد مالی تو حافظ می حافظ معلم حافظ تو حافظ می حافظ معلم حافظ باشید تراشقتی هم میخوانی خواندن گیر چی کتی معلم تراشقتی خان ای دور و دراز تا پگاهی خواندن نشین یک مصرع از اولش خون یک مصرع از آخرش وقتم نیست منم بعد چی خیلی میشد نغز میشد خانم معلم حالم نخوندی میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت جان گوید معلم جان نقد جان را سرپیک دیدار خواهم کرد و رفت بارک الله انا اکنون اوکا بس که گریم در فراقت همچو ابری نبهار فریادم وادی هجران گلزار خواهم کرد و میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت سرودت از سرت ماند باز از سرش خانم یک مرد چند ماله چی میخونی تو؟ یگید؟ غیری کنکورسی ماله من تو با چی گفتم؟ من تو را گفتم که یک مصرع از اولش خون یک مصرع از آخرش این عربای شلق کجا کشاله کرده برده ایستاده ای
چرا را با من تو من چی خواندنت میفهمی؟ میفهمم معلم خدا چی میخونی تو؟ غری کنکورسی نه تو با معنای شعر خواندگیت سرفهم می‌نویسی. برای بوستان داخل بردی بداشت سه تو چی خواندی حاضر؟ تو خواندگی میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. تو خودت کی؟ نه تو خودت کی؟ برای چی نصف شبی آمده آدمای خواب از خوابشان بیدار میکنه؟ هم آدمای خوابا بردی بداشت یا توبه او خودش گفت کو؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. گفتگی کی بود؟ سرود بردی بداشت نه ما تو کی؟ چه کی؟ تو دکای نصف شبی آمده آدمای از خوابش بیدار میکنی با این نه تو چی؟ بردی بداشت کدام آدم؟ تو چی دمکان می تو؟ چه دمکان؟ او باش می تو؟ چه باش می تو؟ مال آدما خواب روند کدام آدم؟ دم گیرن بردی بداشت من نمیفهمم کدام آدم؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم خیر روی رفتن گیر چهار طرفت قبله قبله بردی بداشت شان میرفت است و باید همه بیدار شوند بود است. کدام همه بردی بداشت من با امید آمدم که شما سرودی من این متن سرود است بردی بداشت نگو تو سرود خوان آدمای بیدار نکن. بیرون نکردی؟ میروم و خودت گفتی کو؟ گفتم بردی بداشت میروم امشب تو را از خواب بیدار. گوش کنید بردی بداشت شما منو درست فهمید بردی بداشت این سرود خودتون فرموده بودید غیر کنکورسی برای بوستان نه آدم که از خوابش بیدار کردی سه او بیدار کردی گپت گوی بعد رو کدام گفم کدام آدم چخل بیدار بردی بداشت من نمیفهمم برای چی وای آدم از خوابش بیدار کردی و گپت نگفتی و برآمده رفتی. ات به انصافی وای از کار آمدگی وای زنکی بیچاره وای مانده شده که شاید وای در کار وای دوست منه کار کرده باشد باز وای خانه میبید شوی رفت رب وای خوراک پسی وای پسری خوردکک دارد شوهری کپ کلان دارد وای کودکش خوراک میتید شوهرش شیر میتید بالای این تو آمده بالای سری وای با میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. چیه شما در نظر دارید بردی بداشت کدام شوهر چخل کوی توی در نظر دارم توی من با امید پیش شما آمدم بردی بداشت از دستی سنگ من نغز میدونم چخل او خیلی گپت باشد روز بیا روزانه ها در کیم کجا ها غیب میزنی خوب دم میگیری راحت میکنی و بعد شب که شد ها کرش پرکا بریم بعد با شکار میبرید. من نغز میدونم که برای چون همون شب تو آمدی و گپت نگفتی و تو من خواده کردی کدام شب چخل گپ چون که آمدی دیدی شعر خواندی که دیدی که شوهرش در خانه گریختی. من بردی بداشت من میفهمم کدام شوهر چیه من میفهمم بردی بداشت من درست فهمید شما بردی این هم گربه لیکن یک تای دیگرش میخورد های گله بردن گله بلبله بردن گله های گله بردن گله بلبله بردن گله این گله کجا مانیم در حولی میرزا گل میدونی کی؟ کدام میرزا گل؟ هم خریول مگزین؟ حکایتی مگزین دیرکتوری باغ مدنیت ما بردی بداشت در باغ مدنیت بودو شده است ما یک بیخ گل داریم ها اوه یک کنده میبرید آدمای باغ آمده که چیه بوی میکشن کلا توی بوی میکشن یا کی منو من نمیفهمم بردی بداشت شما چیه در نظر دارید این با من چی دارید تو در عمرت یگان بیخ گل شنوندگی می یگان درخت علف شنوندگی می بلایا ما مرده مردم تشویقات میکنیم سبودنیک تشکیل میکنیم از کرستیک پنیدلنیک فتارنیک سریدا شتیر پیاتنیسا شستنیسا تشکیل میکنیم زمین میکنیم شدگار میکنیم گل بشنانیم دو تا حافظی دایدو برآمده گلهای شناندگی ما کنده این طرف میبرن بردی بداشت اینجا سرودی خلقی است که گل اینجا گل بردن یعنی که عروس بردن در نظر دارد بردن بعد گلهای شنانده ما کاردار نشو شما چی میخواید چی رو در نظر دارید من یک تای دیگرش میخورد من دادن جامی به قراری به من دادن جامی به قراری از آن
هزاره یا هزاره هرچی درستش بگی بگو چی قدر تو هزاره میگی چی؟ تو اکو مایه سنجیدنی که ماتماتیک میدونیم یا نه؟ ماتماتیک اینجا به چی دخل داخل کی نداشته باشد شب روز شد چه شب روز شد؟ هیچ که هزاری تو 2000 شود آخه شرط است که تو همون 3 بار هزاری گویی او یک بار 3000 گویی جانی تو هم خلاص جانی من هم خلاص یه باید آخه چیکار 3000 اونجا وزن است کافی است غزل کلاسیکی است برده بده اونجا شعر آدم من نمیفهمم که تو در کدام عصر زندگی میکنی در کدام عصر زندگی میکنی در کدام عصر نمیدونم در کدام عصر زندگی کردنش نمیدونم در عصر 20 عصر پروگرس تکنیکی کائنات هر روز کشتی های کیهانی میپرن عصر سرعت EVM تلویزیونی PTO KVN انتر نکنید انتر میدونی چی؟ انتر چی؟ نمیدونم انتر نمیدوند گالستون دارد انتر نمیدوند موی سر یلقاس میزند انتر نمیدوند بردی بدخشم انتر شرمنده انتر این انتر دینه در مجلس کامیجرایه بودم ما روزه چی از صحنه برآمدد انتر تستر و زودتر عملی او شخصی در پالی هم نشسته پینک میره گفتم او اکا بیدار شوید مردک انتر میگود انترش چی باشد و گفت انتر این نمیدونم اکا انتر چی نمیدونم انتر معروضه چی میدونی بردی بدخش انتر شکست ندانست خودی معروضه چی میدونی نمیدونم بعدی معروضه فهمیدم که انتر چی بود است چی بود است بردی بدخش نه خرچی بود است بردی انتر نمیدونه خب مالش انتر این شکلی دوره دارد انتر بردی بدخش انتر بیا انتر با رحمت برده بدخش ما نواز انتر اومدیم بعدی هم مجلس همه انتر برفتن فهمیدن که انتر چی بود است بردی بدخش من نمیفهمم یا شما شوخی میکنید یا گربه لیکن برده بدخش غزلی که من خوندم برده بدخش من آخر از خودم فکر کردم نخوندم که برده بدخش وای مال شاعر است انیقدر شاعره برده بدخش وای غزل زیبونیسا است کدام زیبونیسا همین زیبونیسای خودمون شاعر است زیبونیسا رستم و برده بدخش چیکار رستم و اینجا با چی دخل داره چی دخل دارد زیبونیسا رستم و تمام دنیا میداند وای کمانکش وای میزند بدنگی بدنگی بردی بدخش شاعر است زیبونیسا رستم و وای چمپیون که وای دنیای بلرزه آورد بردی بدخش شعری مخفی آخر چه خیر همین شعری خواندگید مخفی بود می شعری مخفی بردی بدخش ای بچه
او شعر مخفی باشد برای چی تو شعر مخفی از صحنه دیدی میخونی؟ باید آخر شعر مخفی نه شعر از آنی زبونیسا تخلص شاعریش مخفی آخر نخواد همین رو ندانید برده بودم کتاب های چاپ شده حالا همین زبونیسو کلیچکه مخفی گرفت اسمت برده بودم شاعر از زبونیسا تخلص بودجا شاعر زبونیسو رستم و مخفی اونا برده بودم چی خیلی شاعر از زبونیسا همه بای غزلهاش هم میدونن بای شعبایتی همه میدونن که بای میخواند من نمیفهم برده بودم زیب و زینت بس همینم نامی من رستم و همه میدونن بای کورس من همه میدونن شاعر از کلاسیکا برده بودم نه نمیفهم از شعری کلاسیکا درست گفتی بای هم شعری هم خیلی شعری کلاسیکا برده بودم ای خونه‌شون اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو شاعر از زبونیسا با تخلصی مخفی از کلاسیک شاعری کلاسیکی خانه و کتاب‌ها چینده ماندگی بیا من یک دوسته تو میگم وای سنگک زاده چی گفت چی گفت سنگک زاده نخوان میگوید برده بود شعر همشهری من نخوان گو سنگک زاده یا سنگک زاده تو میخوانی کی تو؟ سنگک زاده این تو می؟ حتی تو چی باید شعر نخوان گفتی؟ شعر رستم رو باید چرا گفته بغمزه کن؟ زیبونی سا مخفی اونا ای بچه ای تو سواد صدقه اینستیتوت شو کجا خوندگی تو؟ با فکرم باز یک 4 این اینستیتوت دیگه خونده تمام کنی هم نمیفهمی ها؟ ای باید کاردار نشو باید شعر ما شعر مخفی نه تو خودت مخفی وای شعری وای زیبونی سو وای همشهری من خوند کاردار نشو من کاردار نشو گفتم که من خوان نگیرد خب شد نه تو زیغ نشو جیان آوازت بد نی طاقت کردن ممکن تشکر مالی من بعد که اما من بعد شعری که تیار کردی پیش هر کس بند نخونده راست پیش خودم بیا اول زیر معناش معین میکنیم شاعر چی میخواهد تو چی میخواهی من چی میخواهم تماشابین چی میخواهد اینا انیق کردن نکن انا بعد از صحنه برآمده که میخوانید زل گمرس میزند بالا سرود خیلی میشد انا خیلی میشد باوری دارم که همین گفتگی من اگر رعایت کنی و همین شعر سرود تیار کنی از جان جوری با یک آواز 10 خال میکنم تو بر همه رو از پسی کارت شد بارک الله رو غرق نکنی تشکر مالی کنکورس ریسپوبلیکوی بوستان با صنعت تاجیک چی داد؟ بسیار چی داد؟ مثلا من باز یک برگر خودم کشف کردم من خودم شخصا کشف کردم در همین کنکورس تلویزیونی بوستان 2 بوستان 3 یک ژانری که برای ما نو است برای ما نو است اگه بریگاده من خیلی در همین ساحه موفقیت‌های خیلی عجیبی به دست آمد کمبودی‌هایی که داشتیم گفتیم از صحنه قسمشان اصلاح شدن قسمشان همون خیلی ماندند و به مردم بسیار چیز داد یکمش که ذوق مردم ما شاید کمتر پیش رفت علاوه خصوص صنعت خواری 2 آوازه و 3 آوازه رقص‌های خیلی قدیمه رقص‌های خیلی خوب خلاصه بسیار چیز داد ولی یک چیز تأسف‌آور است که او رقص‌ها حافظهای یکخانی که پیدا کردیم همونها کجا شدن در یگان جایا به کار دعوت کرده شدن یا نه هم یا که خیلی یک نسیمی بهار برین یک فصل بهار برین یک لحظه آمدن و باز رفتن همینه به نظر میموند خب
معلم ما یک گروه از شما خواهش میکنیم که صحنه الله یا خود سفر رو نشان میدادید. اوچا جانی اوچا ممکنه که من بالای پاد ببرم؟ بچه‌م عذابم نده بچه‌م مزم نیست پاهم در میکنه بچه‌م خیاچه من بالای پاد ببرم عذابم نده خیاچه من بالای پاد میبرم انا سرم کفی پاد میمونم انا با تو پاد رنگی گوره انا بعد ایس میبری اوس میبری و بعد داد قطیر علا میگوی خیاچه بچه‌م عذابم نده بچه‌م مزم نیست خیاچه من بالای پاد میبرم خی برو پسر بچه به زودی بالای پایهای مادر میبرد با آن طوری که خواهش دلش بود همان طور دراز میکشد و مایل غنم رفتن میکند ولی این دیر دوام نمیکنه. اوچا چی میگوی بچه؟ اوچا خیلی علم بگو بچه می درمی گرمی هوش ندارم مزم نیست خود ما درمی گرمی میفورم یک دوستی نزدیکت باشه که در یک کاسه قدوقی ترشت بیارم بخوری و جانت حضور کنم خیلی چالم بگو بچه می پاهم در میکنه کاش که تو بچه قابل باشه که دست یاچه بگیری و قد سنگا بری پاهای درمند یاچه تا خاک گرم کنی و تا که آخه من زودتر صحت بشم نه اوچا آدم ها آچه هاشون و مردک های کلان بالای تپا میبرن بچم همون روز انتظارم که که کلان میشوی و چه تا بالای تپا بری و جانی ختم خلاص کنی و آیا چه تا خیلی خیلی علم بگو بچم من همین گرمی هوا پستر شود انا در توا خمیر کدم خیلی علم بگو انا بعد در تنور علام میکنیم علم بگو میگم انا بچم در کرچه چوینیکی میکنم علم بگو آخی انا بعد بچم کرچه چوینیکی هم میگره و سری کوچه میبروی علم بگو میگم انا بچم کرچه چوینیکی گرم میگره و جوراش قدی تقسیم میکنه علم بگو انا بچم که خورد سر نگرد آمده با بچم در چپاتی گرم پخته میتوم علم بگو میگم آخی اگنه های خوکو اگنی علت بگم علم میگوی خوکو چشمو تا بپوش خیلی نه او بچم درین امروزی خواب بره بچم علای علا بپوش چشمو تا عذابم نتی خیلی چه گب نزه خیلی علم بگو خی شما تا بوش بچم شما تا بوش اگه علم بگم خیلی نه اوه بچه یکم و یگانه و چرا خواه بره بچم علای شما تا بپوش مزم نیستم بچم عذابم نته او بچه یکم و یگانه و چرا بچه در بدر یا چرا خواه بره بچم علا اوریه ترا میگومه بپوش ماتا حلقم قاق شید خیینه بچم قو بره بچم لا بچه بنانی در مردم کلان کدم در این امروزی خواب بره بچم خواب کو جوانه مرگ آخی عذابم نتی اگنی آخی پاتا نجمان درد یافتم خواب بره بچم لا اوه بچه مرده گر کنی و چه بچه یکم و یگانه یا چرا خواه بره بچم لا نجمه گون اوه بچه کلخازی و چه بچه پا درازی و چه
بچه دواز مخواه بره خیال چه مرا دواز نگو خیال 10 تا بپوش 10 تا بپوش بچه می 10 تا بپوش خواه کن شما تا بپوش خیال این آخی آتای همه آمدو آتای همه آمدو آتای بچه سرخر کجا شده بچه ملای لالال اوچه خیلی راست شو بگو که ما اوچه داشتم بچم ما اوته داشتم بچم البته اوته داشتم اگه نیم به اوته کجا پیدا میشدیم خیلی اوچه بگو که اوتم خیلی بد بچم اوتت یه مرده که قلب بلند بود قلب بلند بود بچم بوز بلند بود اوتت بوز بلند بود ای کوچه میگذشت آقلای همسایه میجمید زنکای دیها به تماشای اوتت میبرامدن ای سری دیوال ای بین جگاری هاشون اوتت تماشا میکدن قلب بلند بود گمان میکردن که البته در بلا یگان اسب آمده است بچم اوتت هر چیشم داشت این همی شفتالهای بابید باره واد سفر وی کلم میگم آخی میومید من الفنی لرخی کنسنی لره میگری آخی وی که اگه جیر سر در آخی اوچه خیلی کیا بچه می بابیت ایاسیا اومده نواسش در درون خونه خواب برده در ای درون محکم کرده بیچاره موی سفید در آمده نمیتونه اکا واد سفر یک جوانه مرد داره وی که آخی اگه ما بلدم آخی این صف شخلا میگیره اوچه خیلی من سر دیوال ببرم نبرو بچم سر دیوال بیتم درشون میکشن هیچ گمه واد سفر این جوانمک مرده خوابت بوده آخی نبرو بکش سر دیوال مردم نبرو بچه نه سر دیوال مردم نبرو بچه نه دیوالای مردم چپا میکنی یکم ماره یکم کش دما یکم زنبورای میگذته مال مرا بگذه نبرو بکش سر دیوال مردم واد سفر اینا بر آمدم اوچه همه انگورا بیچینم بچه نه چه انگورا خومه بچه نه انگورا خومه میخری زردت میشه و کسالت میکنه نه چی میگم اره چینده که خاک بخریه نه چی بچه نه نه چی انگورا که خومه نه چی بچه دیدی سینه حوله خودمون اویزانه همه که پختک هر ساله وره خودمون میچینه من چه همه قن وره شیرینه انگور من بسته بعد میچینه میچینه نه چی بگو آره چینده که که مریس من انگوری خومه اوره خورده زردت میشه ممبری مال با بمبرم اینا چندم اینا خوردم اوچه چی با من ممبرم که من انگوری دستم پارتایشی که من خاک بخوری جوانه مرگ آخه کسلت میکنه آخه می انگوری خوامم با خوردنه چی خیلی میخرن شما اینه اینه دوشه اسمع اینه دوشه آها جوانه مرگ همین انگور که بپزه آخه خودمون میچینه آخه آدمی من زلط میجمه آخه همین که بپزه هر ساله ولی خودمون میچینه آدمی کم بقر آخه یه مهمانه یه مسافر اندرت میدره بجای قند و قنطین آخه بالای لگند میچینه در پیش میمونی آخه آدمی کم بقر خوبه آخه نه چی بگم دیگه کو بچه می ایره بیچی مرا کو انا مرا پارتا ایست پارتو خاک بخو میمونه نبی انگورا با پزا رنگ نگرفته علاکه لاشش کدیانه ایله اینه دروشه آخه من که بپزا قند وره میشه چی بلای میشه که انگوری تروشو میفورن آخه بفره بگو بسره بالی مردم
وان سفر ای لای شقا و جواقی خوی که براقی دونمک نیستی به نگاه کنه که کندی میاد در اوی میکنی یه رو در قاوگنه توال خونوال میه ای چشمکات میملوشه مرا نگاه میکنی لبکات میجوشه مرا دعای میکنی دلکت میکشه چی رو تا سیاه میکنی اوچه تم رنگ معشولک خونده میتونی؟ الهی جوان مرگت بکشه خواهم میکردگی باشه بیا خواهم که آقی بیزاری جانم کردی وان سفر ای رو در قاوگنه ای بفره بکن بسر دیوال ای الهی رو در قاوگنه آقی بینبلی در آوی کنه آقی باید نکی در مرد مگنه ای الهی جوان مرگت بکشه سلامت باشید دوستان عزیز تماشابینان محترم از آمدن شما از مهربانی شما خیلی شدم امروز حس میکنم که صنعت اکتیور با مردم خیلی در کار است لازم است من ندارم سرم با آسمان رسید هزار تشکر سلامت باشید دوستان عزیز به همتون موفقیت میخوام سلامتی میخوام کم نشوید هزار تشکر سلامت باشید دوستان عزیز سلامت برنامه جان نرفتید پیش ما خیلی سوالات جواب وای چیکار می‌کنم بسیار بودنده سوالات بسیار بود و اکثریتش جواب داده نتوانستیم اما خیلی بریم شاید بعضی رفیقا ناراضی رفتن نمیدونم من چی خیلی مخلوق شد من چی بگم چی باید سوید ما صورت گرسته نه؟ نه حالا که جمع کرده ایستادم کن گپ همین که راست دیگه بگم خودم رو معقول نشد برای چی؟ درها رو محکم کرده ایستادن با بعضی سوال ها جواب های پر وسیع تر دادن در کار بود که یک جواب ها پر نبودم تو ما نیم سبک می خودتون بسیار سخت گیر به فکرم ده زلباشتگی بود شما؟ زلباشتگی بود؟ نظر خودت شما چی کنید؟ بسیار رمان معقول میدونم شما کنید بسیار وفادار همه رفته شما نرفته شما از روی وفاداریتون تحقیق همه خیلی به فکرم من راستی خیلی عصبیم یعنی امکاناتمون خیلی عجیب بود و نشد اما چیزی که میخواستیم نشد خیر من گفتم که سخت گیری کردن بسیار خوب است از خود قناعتمند نبودن نه این به یگان وایده البته خیلی میدونیم به امکانات خودمون نمیدونیم بعضی میدونید پیش از امین واخوریتون ما اوکی در نزدیک درمارگاه شما برآمده یگان دیدید نه کجا چنان بسیار بودن که بخیرم خودتون حاضر گفتید که چه خوشبخت کس بلیت 3 روز 4 روز شد میگن هر روز میایم یافته نمیتونیم همین خودش اوکی من همین البته مسئولیت زیاد میکنم من میفهمم برای میگم که یعنی ما حق نداریم نه حق نداریم که گپمون وای باشد سبک باشد یا که فکر خیر چیزی که میخواهم گویم گپی عجیب بگم یا که قوتم نمیرسد یا که دانشم نمیرسد همین چیزا بر علاوه حس کرده میشه یعنی ما حق نداریم آخر
حق نداره که اینقدر مردمی زیادی جمع شده است و عموما از خودم روزی نیستم. اون سوال ها یک مدتش بسیار سوال بود همین خیلی که شما میترسیدید سوال ها بسیار بود. ها اصلا جواب هستم من همین سوال هم میگنه جیبنم. کدومش مخصوص شد از همه بیشتر باشیم؟ سوال ها اونایی که در هر یک سوال یک گپ عجیبی هست. اونایی که بخت دختر اکسا بود که درباره بخت شما خوشبختید. من میخواستم بگم که من همچون هنرمند همچون اکتور البته خود من خوشبختیش میکنم وقتی که اینقدر مثلا خیلی تماشاگران زیادی آمده است بلیط میپرسند برای اکتور از این بختی بلند و از این دیگر هیچ در کار نیست. هیچ در کار نیست. نمی تماشاگری میدونی که امروز هنری تو با یک کس در کار است با یک کس لازم است همین هنری تو یک کس برای دل خوشی میاد یک کس برای از نزدیک شناخته شدن میخواد نباشد همینا که از تلویزیون میبینن نه از تلویزیون میبینن همین اگر ببینیم لیکن با مردم اومدن که ببینن همین قدرت تئاتر همون کشش تئاتر نمین است همین یک عالم افسانه است میکشد تماشا بینه من تئاتر هیچ وقت نمیمرد و نباید این گپا بسیار وقت بزرگا گفتند که تئاتر باید نابود شود در عصر تلویزیون و کینو و غیره پروگرس تکنیک و غیره تئاتر نابود میشه نه تئاتر این همچون یک طبیعت زنده باید دائم ابدی باشد این همین واقعی همین روزا شاهد همین گفته هاست که گرچه که از تلویزیون میبینن لیکن مردم باز میخواد که زنده از نزدیک بینن. شما یک سوال داده شد درباره استعداد همیخواد گپ زدیدن؟ کدومش؟ به فکرم درباره استعداد سوال دادن همیخواد یادتان نیست؟ در یاد ندارید؟ استعداد چی بود؟ شما گفتید که استعدادی خدا داد و من راست گپ منم میخواستم سوال زیم همین خودی شما من در همین موفقیت کارتان استعداد سبب میدونید یا اینکه مهنت چی؟ این خودتون نسبت خودتون سوالاتون کی میشه برای تلویزیون شد نه نه اگر برای تلویزیون باشه خب با بیسوادی من معلوم نشد چی میگن البته بغیر از اون که یک در نهاد همون آدم استعداد هست یعنی از ازلی از روز اول از بازی پیدایش هست با بغیر از این مهنت هم در کار است مهنت کردن در کار است یک استعداد قطعی دور نمیره به مهنت نمیشه حتما باید مهنت کرد حتما باید بسیار چیز اکتور اون باید مشاهده کار باشد همه چیزی در زندگی هست اکتوری آینه است همون درد و علم و موفقیت و کمبودی مردم هم باید که از صحنه از خودش گیرد و به خودش برگرده همچون آینه باید عکس کند انسان نماشن نمیشه با یک استعداد دور هم نمیروید باید بود نبض زمانه حس کنید که به مردم چی در کار است امروز در این عصری در حقیقت انتحاری گفتگیمون جواب ندارید در عصر این پروگرس تکنیکی اینقدر که کینو و تلویزیون اینقدر به مردم نزدیک آورده است که مردم با هر یک سی مقرری حیران کرده نمیتوانید خلاص یعنی و از تمامی چی با خبرن و خود اکتور هم حق ندارد که هم تو یک عادی که هم تو گردد هیچ حق ندارد البته عادی باید باشیم لیکن ما بسیار چیز باید دونیم من افسوس میخورم که باز یک بار افسوس میخورم که در حقیقت ما بسیار چیز نمیدونستیم از زندگی مردم با وجود آنکه گویا که میدونیم نمیدونیم دوریم از زندگی مردم آنها که از زندگی مردم با خبرند و همون با مردم یک میخوان یک چی بیان مردم کوشش میکنن که به همون نزدیک باشن ما که امروز درباره کرش دانس شخصیت گپ میزنیم ما حق نداریم ما باید راست گیم اصلا دروغ نگیم باید گپ حق گیم حق گفتیم گپ راست گفتیم در هم راستگویی هم در گپت باشه هم در صنعتت باشد به دل تماشابین راه میابی تماشابین نزدیک میشه وقتی که دروغ گفتی کارت هم دروغ است همش هم دروغ است و تماشابین هم میخندد به حالت نمیاد یک بار میاد دوباره میاد دروغ است نمیاد